سعی کوبچه جان، ما روزه و کمک کردن خیلی ثواب داره. این 200 یورو رو میگیری میبری حواله میکنی به افغانستان، به دست یک از این آدمایی که به مردم فقیر بیچاره کمک تیزی میکنن، میگی از طرف ما تیزی کنن. بگیر 200 یورو. خب فکر کنم خیلیه. گمش کو 150 بس اینو طلب کن کنم ما 50 باشه به خبر دارم. 150 میگم لالا همین 150 یورو رو حواله کن به افغانستان. بیا. خب 10 یورو که کمیشن میشه، 10 یورو دیگه میشه تحولات. بیای لالا 130 یورو حواله از اروپا به افغانستان. نفر آمد داده به دستی. خب 130 یورو هست به 72، ولی چون برای ما به صرفه باید به 65 حساب کنیم. 130 ضرب در 65 میشه به عبارت 8450 افغانی. خدمت شما. خب 450 افغانی خب کرایه نمیکنه، خورده 1000 افغانی پول کرایه میکنه تا اینجا آمدم. 1000 افغانی پول کمیشن می، 3000 افغانی هم پول مصارف دفتر، این 5000 افغانی، 1000 افغانی هم خب پول ایلی می، 6000 افغانی میمونه 2000 هم خب خیلی نمیدم 1000 افغانی. سعی باشه جان، این 1000 افغانی میبری به یک فقیر و بدبخت و بیچاره کمک میکنی. فقط قبل از یاد تو باش که یک کلیپ 1.5 ساعته از یادم باید بگیری، از گریه و فرشونه، از بدبختی، از اینکه از ما تشکری میکنه، به خاطری که هم سند باشه برای از این نفر نشون بده. همه دازم به کانال یوتیوب. خب بیا بچه. خب کاکا جان فقیر و بدبخت و بیچاره، بس دیگه گریه و فرشونه. این همین مبلغ زیاد پولیه که از طرف همین آدم خیرمند به شما کمک شده. ما هم وسیله خیر شده، هم ما رو دعا کنیم هم او آدم رو دعا کنیم. بفرمایید. خدا شما رو خیر بده، خدا اونا رو هم خیر بده، خدا هم خیر بده. خدا شکر، خدا شکر. چیز در خود باشه. خدا شکر. بیست روپیه.